اسم این معدن چیه آقای مظفر اینجا؟ آهن پنجگو. آهن پنجگو. آهن پنجگو دامغان. سیلیکاری که دارید فیلم برداری کنید سیلیکار شماره 10. این تازه شروع کرده؟ این اولی انفجارشه. اینجا رخنمونه که رو معدن وجود داشت رخنمون بود دیگه ها. شما با حفاری که به دست نیاوردین که. نه رخنمون. این سیلیکار میفرمایید. همه سیلیکار رخنمون. سلام آقا. خدا نگهدارتون خسته نباشید. خوب است شاهجان از بهترین نیروهای قدیمی ما. آفرین. دلسوز. اینجا رگه رو دیدیم دیگه. طول عرضش معلوم بود. مثلا چقدر پهنا داشت. زدگی‌هایی داشت. زدگی‌هایی. چقدر طول داشت حدودا؟ حدودا 20 تا 30 متر خیلی بود. پهناش چقدر بود؟ پهناش یک. امتدادش هم همینه دیگه تقریبا. نه امتداد تقریبا یا اینجوریه؟ شمال غرب جنوب شرق. شمال غرب جنوب شرق. یا نه یا شمال شرق جنوب غرب. شرق جنوب غرب. نه شمال غرب جنوب شرق. خیلی خوب باشه. اینه که داره میگه شمال غرب جنوب شرق درسته. شمال غرب ما تو منطقه خودمون تو کرومیتام همینه. شمال غرب جنوب شرق. امتداد شما احتمالاً 100 تا 110 نسبت به شما. یعنی از شرق بیشتره دیگه درسته؟ نه. حالا دیگه اگه شما احساس کنید من این ادامهش چون که ادامه اگه این میتونه داشته باشه کرومی. نه ببینید یا تشکیلات همون وولکانیتی آتش فشان زیر دریایی اینا خب تو اینا امکان تشکیل کرومیت نیست. نه. حالا مثلا تو منطقه سوچرزون یا منطقه برخورد شما میتونی مثلا نصف از اون سنگای کرومدار هم اومده باشه با اینا قاطی شده باشه که تو اونا باشه. ولی اینجا من چیزی به اسم کالرد ملانج یا آمیزه رنگی نمیبینم که اوفیولیت باشه. زنده باشه جان؟ دوباره اینجا هم مثل من چی عرض کردم؟ اینجا بارها بهتون میگم اینجا ذخیره اصلیش مس و کانی های مس. آهن میشه درجه دوم. شما رو اون کار کنید. مهندس بازم درخواستم تکرار میکنم. کسی که بتونیم یا خود دیتیل بده چی کار کنیم؟ یه دیتیل به حسین آقا بده. نقشه تهیه کنه چی کار کنه؟ من عرض کردم به حسین آقا. شما اولا یک نقشه یک 10,000 ما داریم درسته؟ خب خیلی خوب. شما نقشه یک 10,000 اینجا رو در آوردید. آنومالیاتون رو نقشه که آوردیم که باید بیاریم. یعنی چی؟ یعنی اون مواد معدنی که هر چی داره تفصیلی نه فقط یکیشو بگیرین. مثلا حتما آهنشو توش بنویسین. هر چی هست. اونا رو باید بیارین. بعدش کار دیگه شو انجام بدین دیگه. هر وقتم خواستین من در خدمتتون هستم. تلفن که گرفتین که اینه که یه چیز شسته رفته باشه بهت بگن آقای مظفری اینه نه آقا نیست باید بگردید دنبالش. شما این حسین آقای ما بله 2-3 ماه تو جلسات هیئت مدیره شرکت دقیقاً موضوع که شما مطرح میکنی داره مطرح میکنه که میگه باید اکتشاف تکمیلی و تفصیلی بشه. درست میگن ما همون بحثی که شما میکنید فکر میکنیم که پول اکتشاف خیلی پول درست یه خود زور رو نه این منطقی ها. ببینید مثلا من فکر نمیکردم آقای مهندس مظفری عزیز در دنیا هر 4500 محدوده یکیش منجر به محدوده معدنی میشه. هر 4500 محدوده یعنی شما باید برید تو اینا هزینه کنی پول خرج کنی تازه به جواب نه برسی. اما تو ایران ما به دلیلی که مواد معدنی ماشاءالله خیلی زیادن تراکمش خیلی زیاده شما اینجا چیکار میکنی؟ شما اینجا این نسبت ها خیلی کمتر میشه. مثلا یکی از دوستای من توی 8 محدوده معدن 6 تاش موفق شد. من آماری که مثلا
بچه‌ها سوال می‌کنم آقا اگه 10 تا اکتشافی یکی جواب بده خوبه. ولی خب شما که دارین خیلی عدد بهتری میدید. من همین عرض میکنم شما که اتفاقا تو محدوده خود معدنی این نزدیک 90% قضیه خودش حل کرده. شما نزدیک 20 سال این معدن داره کار میکنه هنوز همینجوری بدون که اکتشاف خاصی بیان توش انجام بدید. نه 30 سال مهندس. شما 30 سال کار میکنید معدن دیگه شما لازم نیست معدن بودن اینجا رو اثبات کنین دیگه. اتفاقا این معدن به اندازه 10 سال کار اکتشافی تفصیلی عقبه چون هیچی به قول خودتون انجام نشده. این فهمشید خودتونه دیگه. بنابراین اینا موتور روال داره کار اکتشاف. اول چالها با فواصل بالا که من اگه نقشه هاتون بود نقشه هایی که میشد دید بهتر میتونستم راهنمایی کنم که شما رو اون نقاط خاص بیاین اون چاله حفاری مرزگیری رو انجام بدین و از هزینهش نترسین. حالا یه گزارش زمین‌شناسی یه نقشه 10,000 داره حسین خدمتتون میفرسته آقای مهندس اگه زحمت خیلی خوبه باشه. اونا رو بعداً اگه فرصتی بود چیزی بود عمری باشه کمک کنید. ولی شما واقعا به کمک کسی به اون صورت نیازی ندارید. شما الحمدلله همه چیزاشو دارین، هم علمشو دارین، هم آقای حسین آقا هستن جوون ماشاءالله فعال هستن. معلومه که حالا شما امروز قسمت نشد معدن مسو ببینیم مثل که الان داره بار میده به دوستان. این معدن رو از نقطه صفر بله آسدتار حسین آقا زحمت چه کشیدن و امروز الحمدلله به اینجا رسیدن که شرکتی مثل شرکت آقای دکتر اینا دارن میان برای بارش و این داستان ها. بله من زمانش هم 3 سال بیشتر نیست آقای. یک دقیقا پارسال برج نو پروانه بهره برداریش گرفت. خدا رو شکر. الحمدلله خدا رو 100,000 بار شکر. و بعد شما میگم زکات این معدن رو باید تو خودش خرج کنید برای اکتشاف قسمت‌های پنهان شده. 30% درآمد من نظر تو کرومیتا این بود. خب حالا شما اینجا مثلا میتونید اون 30% بیارین کمترش بکنید چون اینجا نیازی نداره. با 20% هم میتونید کنار بذارین و حتما هزینه کنید. یعنی ضرر نمیکنه. شما هر چی اینو بیاین رو خودش کار کنه حتما جواب میگیره. من این برادر زدم اومد این جمله خواهش می‌کنم پیش ایشان هم تکرار کنیم بگیم چون ایشان هم به پدرش میگه باز بیشتر تاثیر داره. خواهش می‌کنم. آره بحث اکتشاف و هزینه کردن و اکتشاف و از بعضی موقع از زبان غیر شنیدن دلچسب‌تر میشه. ببینید اصلا ما قانون کائنات اینو میگه. ببین قانون کائنات میگه اگه تو میخوای شما اگه میخوای چیزی به دست بیاری حتما باید چیزی از دست بدی. حتما. یعنی امکان نداره شما بدون که چیزی از دست بدی چیزی به دست بیاری. حالا ما داریم ما بزرگان علم روانشناسی هستن. مثلا آدمای من میشناسم که قسم خوردن کتاب مثلا فرضاً یه اسم جالبی هم داره کتاب معروف هم هست قدرت توانگری هم چی اسمی داره میذاره مال یه خانومی نویسندش. این میگه اگه میخوای به آرزوات برسی باید تو قدم اول حتما 10% از اون چیزی که به دست میاری بری خرج کنی. یعنی بری دیگران انفاق کنی. خب معدن هم همینه. معدن هم کائناته. معدن هم بخشی از کائنات. 10%. یعنی شما اینو که بدی اینو 10 برابرش رو به دست میاری. و من دوستی دارم که واقعا اینو تو زندگی بهش رسیده بود. خب انجامش داده بود و خیلی کسا رو گفته بود که نه دقیقا انجام دادم و نام میبود موفق بود. حالا معدن هم همین آقای مظفری. معدن اگر شما از خودش تو خودش خرج نکنی تو روغن خودش سرخش نکنی نمیتونی عمر معدن رو زیاد کنید. شما باید عمر معدن رو زیاد کنید اینجوری فقط.